رفیق مثل کریم باقری، کریم و علی دایی که رفاقتشون برمیگرده به دوره سبیل فابریک و شلوار خمره‌ای، اما جنس رفاقتشون تو همون عصر مونده. اونا سالها تو پرسپولیس و تیم ملی کنار همبازی بودن و حتی تو تیم آرمینیا بیلفلد بوندسلیگای آلمان همبازی بودن و تا هنوز که هنوز رفاقت این دو رفیق با معرفت پابرجاست. جوری که وقتی علی دایی رو برای بازی ستارگان دعوت نکردن، اون نیز به نشانه اعتراض پا به این مسابقه نذاشت. مرد شماره یکی که همیشه نخواست روی کاغذ شماره یک به حساب بیاد جز در رفاقت. سال گذشته با وجود اینکه در آستانه سرمربیگری پرسپولیس بود و حمایت از علی دایی ممکن بود براش تبعات داشته باشه، ولی بازم پشت رفیقش رو خالی نکرد. به افتخارش لایک کن و اگه رفیقی مثل کریم داری بفرست براش. رفیق قدیمی تو که هنوز زندگیمی، بگو کجا رو دنبالت بگردم.